خیلی از مراجعینم به من میگن که بچه‌هامون خجالتی هن و توی جمع احساس راحتی ندارن، انگار همه دارن نگاهشون میکنن. به نظر میاد که نامرئی هن. دقیقاً برایان قصه ما هم احساس میکنه که نامرئیه، چون احساس میکنه که هیچ کس نمیبینتش، حتی معلمشون، چون انگار که همیشه با بچه‌های پر سر و صداتر مشغوله. حتی خانم کارلوتی معلمشون گاهی نمیتونه ببینتش، آخه همیشه مشغوله با نیته و صوفی. چه جالب. سلام، ناهید حاج مقصودی هستم و اینجا همراز روانشناسی همراه با آیدا جان قرار انیمیشن پسر نامرئی رو تحلیل و بررسی بکنیم. خیلی از بچه‌ها احساس تنهایی دارن و این احساس تنهایی پشتش یه افکاری هست که خیلی رنج آوره. یعنی توی جمع فکر میکنن فاصله دارن از بقیه، پذیرفته نمیشن از طرف جمع و اون افکاری که اذیتشون میکنه اینه که من دوست داشتنی نیستم، ارزشمند نیستم، مهم نیستم، شاید قرار مسخره بشم، شاید اشتباهایی دارم میکنم، چیزایی رو مثل بچه‌های همسن و سالم بلد نیستم. دقیقاً یه جای برایان قصه ما با ورود یک بچه دیگه به کلاسشون متوجه میشه که دارن بچه رو انگار مسخره میکنن و براشون سوال میشه که مسخره شدن بدتره یا نامرئی بودن. تو محال همچین چیزی بخورم، اسمش انگار بوگیره. بچه ها همشون میخندن به جز برایان. برایان اونجا نشسته و داره با خودش فکر میکنه که نامرئی باشن بدتره یا اینکه مسخرم کنن. و بر من این تیکه خیلی جالبه که انگار خیلی وقتا اون نامرئی بودن از ترس از اشتباه کردن، مسخره شدن و اتفاق بدتری افتادن در واقع اتفاق میفته. بله همینطوره. خیلی وقتا همین ترس از اشتباه کردنه که بچه‌ها رو عقب نگه میداره و از جمع فاصله میگیرن. میترسن که یه کاری بکنن، یه حرفی بزنن و مورد تمسخر قرار بگیرن یا اون کارشون اشتباه باشه. یا بعضی وقتا دلیل اصلی خجالتی بودنه یا نداشتن مهارت‌های ارتباطیه. آیدا جان، ایده ساخت این انیمیشن از کجا اومد؟ میشه برای مامان باباهای ما توضیح بدین در مورد انیمیشن؟ حتما. ما توی گوکیدز کتابای مختلفی رو میخونیم، داستان مختلفی رو بررسی میکنیم و وقتی قصه پسر نامرئی رو خوندیم، تنهایی که توی قصه برایان داره تجربه میکنه و اینکه خیلی اوقات بچه‌هایی که کم سر صداتر هستن و توجه کمتری رو به خودشون جلب میکنن کمتر دیده میشن و در واقع آسیب‌ها و ضعف‌هاشون گم میشه و اونجا بود که احساس کردیم کتاب میتونه به بچه‌هایی که انتقال نمیدن، دیده نمیشن و احساس میکنن نامرئی‌ان شاید کمک بکنه. واقعا عالی هستید. یعنی انقدر با فکر تولید محتوا کردن برای من خیلی هیجان انگیزه. میدونید وقتی که انیمیشن رو بچه‌ها میبینن با شخصیت اصلی اون همانند سازی میکنن. این یه اتفاق علمیه. واقعا تفکر علمی پشت این انیمیشن هست. بچه‌های ما تو موقعیت‌های مشابه یادشون میفته ناخودآگاه که مثلا اون پسر نامرئی برایان قصه ما چیکار کرد تو موقعیتی که تنها بود و دقیقاً برایان هم دو تا کار خیلی جالب میکنه که به عنوان یه تکنیکه که ما به بچه‌ها تو مهارت‌های ارتباطی یاد میدیم. مثلا یه روزی که یه همکلاسی جدید میاد لبخند میزنه. بچه‌ها این جاستینه. برایان با لبخند کوچیکی به جاستین نگاه میکنه. یا یه جایی برای یکی از بچه‌ها یه نامه مینویسه که تا قبل از اون این کارا رو انجام نمیداد. خیلی آروم بود، خیلی خنثی بود، یه گوشه‌ای نشسته بود و فقط با افکار اذیت کنندش داشت از جمع فاصله میگرفت. و دقیقاً من به مامانا میگم همیشه به بچه‌هاتون یاد بدید که یه قدم برن جلوتر. من یه سوال دارم، یه قدم جلوتر یعنی چی؟ بچه‌ها با هم فرق میکنن، آدم‌ها با هم فرق میکنن و این برای من خیلی جالبه که یک بچه‌ای با روحیات خودش ولی برای اینکه بتونه از پس همچین چالشی بر بیاد چجوری بتونه هم خودش باشه هم یه قدم بره جلوتر. کاملا حق با شماست. ما قرار نیستش که این یه قدم جلوتر رو به همین ادبیات به بچه‌ها بگیم، به مادران میگیم و من همیشه براشون مثال میزنم. میگم روی مهارت‌های ارتباطی بچه کار بکنیم. به یه بچه نیاز هست که
بگیم که تو کافیه لبخند بزنی. به یه بچه نیاز هستش که حتی جمله بهش بدیم، مثلا بگیم که تو میتونی بری نزدیک دوستت سلام بکنی و خودتو معرفی کنی و بگی که میای با من دوست بشیم، میای ساعت تفریح رو با هم باشیم. به یه بچه نیاز هستش که خوش اخلاقی رو یاد بدیم و یا عذرخواهی کردن، تشکر کردن. اینا مهارت‌های ارتباطی هست که واقعا نیاز به بچه‌ها آموزش بده. اتفاقا من یه ویدیو برای بچه‌های خجالتی دارم، اونجا کامل توضیح دادم که اصلا خجالتی یعنی چی و ما چه کارایی میتونیم انجام بدیم که بچه‌های خجالتیمون از این گروه بیان بیرون و بچه‌های به اصطلاح جرأتمند بشن، چون میدونیم دیگه خجالتی بودن میتونه خیلی آسیب داشته باشه. اما صرفاً راجع به این انیمیشن اگه بخوایم صحبت بکنیم، یعنی اون احساس تنهایی دردناکی که پسر نامرئی برایان داره تجربهش میکنه و کم هم نیستن بچه‌هایی که من توی مراجعینم میبینم این احساس رو دارن، حتی بزرگسالانی که میان برای مشاوره و تراپی و مسئله اصلیشون، مشکل اصلیشون تو کودکی همین احساس تنهایی و خوشایند نامرئی بودنه. یعنی به یه جایی میرسن که ترجیح میدن نامرئی باشن. من پیشنهادم برای این بچه‌ها 3 راهکار هست برای والدین. اولیش اینه که حتما به معلمش بگیم، معلم رو در جریان قرار بدیم. یعنی ما نمیتونیم تنهایی توی خونه روی همچین موضوع مهمی کار بکنیم و موفق باشیم. باید تیم ورک کار بشه روی همچین موضوعی. و وقتی به معلم انتقال بدیم که بچه ما وقتی هر روز میاد خونه شاکیه، گله میکنه، نق میزنه از اینکه من تنها هستم، هیچ کس با من بازی نمیکنه، من هیچ دوستی ندارم، وقتی به معلم بگیم حتما با اون بچه همکاری میکنه. معلم‌ها بلدن که چجوری اینجور بچه‌ها رو با بچه‌های آرومتر کلاس جوین بکنن، اینجور بچه‌ها رو چطوری توی گروه قرار بدن، یه سری مسئولیت‌ها بهشون بدن که اینا نترسن و همکاری بکنن. دومین کاری که باید بکنیم آموزش مهارت‌های ارتباطی هستش. خیلی نیازه که به بچه‌ها سلام کردن رو، به اصطلاح پرزنت کردن خودشونو، یعنی چطوری دوست بشه با کسی، جمله ها رو به بچه ها بگیم، کلی آموزش ندیم. در حالت رول پلی و نقش با بچه ها بازی بکنیم که مثلا من یه دوستم توی پارک با هم داریم آشنا میشیم، صحبت میکنیم، تو چطوری با من آشنا میشی، چه کلماتی میگی، چه جمله هایی میگی و با هم دیگه پیش بریم. یکی دیگه از کارهای خیلی مهم میشه توی خونه. تو خونه ما مامان بابا چه کارهایی میتونیم انجام بدیم که این احساس رنج رو از روی بچه‌ها برداریم. یکی از مهمتریناش شنونده خوب بودنه. حتما بچه‌ها رو بشنویم، باهاشون همدلی بکنیم، درکشون بکنیم. یعنی اینکه وقتی به ما میگه من تنها هستم نگیم نه فکر میکنی عزیزم، وقتی میگه کسی منو دوست نداره نگیم نه بچه‌ها تو رو خیلی دوست دارن، اشتباه میکنی. نه، جمله‌ای که میتونه به بچه‌مون کمک بکنه اینه که بگیم چقدر بد، میفهمم اگر من جای تو باشم و تو کلاس کسی با من بازی نکنه فکر میکنم خیلی ناراحت میشم، حق داری که این احساس رو داری. پس این میشه یه شنونده خوب بودن، یعنی من تو رو درک کردم، احساست رو متوجه شدم. و یه کار مهم دیگه که ما باید تو خونه انجام بدیم و نقش ما مامان بابا هست، گفتگوی هدفمنده. یعنی با بچه صحبت بکنیم و متوجه سهم خودش بشه. مثلا یه بچه عصبی پرخاشگره، نمیدونه که به این علت بچه‌ها ازش فاصله میگیرن و فقط اون احساس تنهایی و رنج رو داره. یا یه بچه بلد نیستش ارتباط برقرار کردن و یه به اصطلاح گاردی داره، اجازه نمیده بچه‌ها بهش نزدیک بشن. باید این رو متوجه بشه. یه بچه یه صورت خنثی و فلتی داره، اصلا نمیتونه مثلا لبخند بزنه به بچه‌ها، یه خوش آمدی بگه بهشون. خب ما باید این مهارت‌های ارتباطی رو بتونیم توی گفتگو کردن کشف بکنیم که ضعف بچه‌ها چیا هست و باهاشون کار بکنیم، به اونا سهمشون رو حتما یادآور بشیم. خب الان اینجا بر من یه سوال پیش میاد، اینکه یه مادر از کجا باید بفهمه که بچهش درونگراست و این بخشی از هویت اون بچه است، یا باید کمکش کنه رو مهارتاش کار بکنه که بتونه با این موضوع جور دیگه ای رفتار کنه؟ خیلی جالب بود. منم وقتی انیمیشن رو میدیدم به این فکر کردم که خب خیلی وقتا شاید والدین براشون سوال پیش بیاد که الان برایان شاید یه آدم درونگراست. نه، اینا با هم متفاوته. یه آدم درونگرا احساس کافی بودن رو داره،
این مهارت رو داره که اگه بخواد ارتباط برقرار بکنه میتونه توی جمعی ارتباط برقرار بکنه و شاده. تفاوت اصلی که اینا با هم دیگه دارن اینه که اون این مهارت رو نداره و شاد هم نیست. وقتی شما میرید دنبال بچه از مهد کودک یا مدرسه بیاریدش، یه ناله‌ای داره، یه گله‌ای داره، یا همیشه اون جمله ها رو ازش میشنوید که هیچکی با من دوست نمیشه، من تنها هستم. یعنی یه غمی رو توی این بچه میبینید. پس هم مهارت رو نداره، هم بحث غمگینی هستش که این بچه داره تجربهش میکنه. چقدر جالب، چون توی انیمیشن پسر نامرئی برایان قصه ما اول قصه کمرنگ سیاه‌سفیده و هرچی میره جلو و انگار روش‌های مختلف رو امتحان میکنه، با بقیه بچه‌ها ارتباط برقرار میکنه، آروم آروم رنگ بهش برمیگرده و شاید بشه به نوعی همون شادتر شدنه و حال بهتر. خیلی جالب بود. دقیقاً این میشه یه جوری عزت نفس یا اعتماد به نفس رو به بچه‌ها نشون دادن تو این انیمیشن. وقتی که برایان رنگ میگیره یعنی اعتماد به نفس داره میره بالا، یعنی حتی صحبت از هورمونای خوب، سطح هورمونا داره میره بالا، انگیزه و هیجان این بچه داره بهتر میشه. همین همجهتی اهداف ما در همراز و گوکیدز که باعث ارتقای آگاهی پدر مادران میشه برای ما جالب بوده و باعث همکاری ما شده. ویدیویی که داره بهتون پیشنهاد میشه ویدیوی پسر نامرئی هستش که ما با هم الان تحلیلش کردیم. حتما همراه با بچه هاتون این ویدیو رو ببینید و خواهشاً از گروه و تیم حرفه‌ای گوکیدز حمایت کنید. کانالشون رو سابسکرایب بکنید، ویدیوشون رو لایک بکنید و اگر دوست داشتید براشون کامنت بذارید. سپاسگزارم. خدا نگهدار.